معجزه قرن 20. در روایات رسانه‌های گروهی از آخوندی چاپلوس آوردند که چون حضرت ایشان شیرجه زده از شکم مادر بیرون جهیدند، داد زدند یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. نمیدانم چه شرفی برای نام حضرت علی رضی الله تعالی عنه است که نام مبارکشان با این خرافات و خزعبلات دین فروشان ملوث می‌گردد. چه خوش گفتند اگر شرم نداری بر هر تاری که می‌خواهی بزن. تابستان گذشته در جمکران به مناسبت سالروز میلاد با سعادت منجی بشریت حضرت امام زمان، اینجین فراموش نشود که هرگز متولد نشده اند، برخی کشیشان فرصت طلب تشیع صفوی گناهان خلایق معاف کردند و سک غفران و بلیت بهشت فروختند. از قرنهاست که عقل پوسیده تشیع صفوی تصور می کند بهشت را کلیدی است و آن هم در دست حضرت علی علیه السلام. البته باید دعا کرد که حضرت علی کلید را در زیر خاک گم نکند و یا کلید پس از این همه مدت زنگ نزند و خراب نشود که همه بیچاره خواهیم شد. این شما و اینم حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سعیدی. راستی قبل از این که یادمون بره باید بگیم که آیت الله خامنه‌ای به تاریخ 18 آذر سال 1389 در حکمی آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد سعیدی را به عنوان تولیت آستان حضرت فاطمه معصومه و مراکز و مناطق وابسته به آن منصوب کرد و اخیراً هم شنیدیم که ایشان امام جمعه شهر قم هستند. خواهر مقام معظم رهبری یه خواهر ناتنی دارن، الان در قم هست. ایشون شوهرشون مرحوم آقای شمس الدینی بودن، روحانی بزرگواری بودن، در دفتر آقا استخاره میگرفتن، چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، ولی خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای در قم هستن و حضور دارن. مادر شهیدان زین الدین گفتن ما رفتیم منزل خواهر آیت الله خامنه‌ای و با این خانم صحبت کرد. این خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای به مادر شهید زین الدین این جمله رو گفتن: وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای خواهر ناتنیشون، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. این داستان رو نقل کرد. این تموم شد. چند شب پیش، ببخشید روز بود، جناب آقای زین الدین با عده‌ای از فرماندهان سپاه که بازنشست شدن یا در آستانه بازنشستگی هستن یه جلسه‌ای برای خودشون درست کردن، اومدن دفتر تولیت دیدن بنده.
در اونجا جناب آقای زین الدینم با اون جمع بودن. من به جناب آقای زین الدین گفتم حاج آقا اون قصه ای که خواهر آیت الله خامنه‌ای برای خانواده شما گفتن برای این جمع بگید. ایشون هم رو کردن به این جمع برادران سپاهی، گفتن سعیدی میگه که من اون قصه رو برای شما بگم. این قصه رو ایشون اونجا گفت. فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جناب آقای سردار مهدوی نژاد گفتن آدرس ایشون رو به ما بدید تا ما اینو ضبط کنیم. مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. الله عزوجل میفرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و جز الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی مخوان، اگر چنین کنی از ستمگاران خواهی. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. و اگر الله برای امتحان یا سزای گناه زیانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم است. در آیه کریمه می آید ولا تدعو، نهی است، یعنی خداوند تبارک و تعالی نهی می کند و شامل انواع دعا می باشد، هم دعای مسئلت و خواستن و هم سایر عبادت ها را در بر می گیرد. من دون الله، فرق نمی کند چه غیر الله مستقلا مورد پرستش و استغاثه قرار بگیرد یا در کنار الله عزوجل غیر الله را نیز به فریاد بخوانند. ما لا ينفعك ولا يضرك، کلمه ما عام است و هر کس یا چیزی را که مشرکین صدا میکنند و از او کمک میخواهند شامل میشود، چه فرشته‌ای یا پیغمبری یا ولی یا امامی یا بتی یا پیری یا چوب و سنگی یا قبری باشد، هیچ کدام مالک نفع و ضرر نیستند. همچنین فرموده است ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر است از آن کس که معبودی غیر الله را میخواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمیگوید، زیرا او چیزی را به دعا خوانده است که خود نمیشنود، مانند مردگان، بتها، زیارتها، امامان و پیامبران و صالحان. چه رسد به این که به انسانی که او را میخواند سودی جلب یا ضرری را از وی دفع نماید. نه فقط آنان را اجابت نمیگویند بلکه حتی از دعایشان کاملا بیخبرند و صدای آنها را هیچ نمیشنوند. در آیه 62 سوره نمل خداوند تبارک و تعالی میفرماید أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کیست آن که دعای مضطر یعنی درمانده را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد؟ اِلَٰهٌ مع الله،
استفهام انکاری است، یعنی نباید غیر از الله کسی دیگری را معبود قرار داد و به وقت مصیبت غیر الله را خواند و چیزی را که خارج از حیطه قدرت اوست از او طلبید. و در آخر آیه می‌فرماید قلیلا ما تذکرون. قلیلا ما تذکرون، ولی شما کم پند میپذیرید.